امروز میخوایم بریم سراغ یه پرونده خیلی عجیب، پرونده‌ای که مرز بین یه جنایت تراژیک و یه معمای پیچیده روانشناختی رو کاملاً محو میکنه. داستانی از جاه طلبی، مواد تهوم‌زا و یه سوال خیلی بزرگ در مورد اینکه مسئولیت با کیه. خب ببینید قراره چیکار کنیم. اول از همه میریم سراغ کشف هولناکی که توی صحنه جرم اتفاق افتاد. بعدش میبینیم که اصلا قربانی‌ها و متهم کی بودن. شب حادثه رو با هم مرور میکنیم و روایت متهم رو میشنویم و در آخر میرسیم به اون نبرد حقوقی پیچیده‌ای که سرنوشت کل این پرونده رو تعیین کرد. خب داستان از کجا شروع میشه؟ صبح روز 23 بهمن ماه سال 1402 پلیس یه تماس دریافت میکنه و به یه خونه اعزام میشه و اونجا با صحنه‌ای روبرو میشه که واقعاً وحشتناکه. پلیس وقتی وارد صحنه میشه انگار با یه پازل خیلی عجیب روبرو میشه. 2 قربانی، یه مرد و زن جوون، یه شمشیر خونین، حرف اس که به شکل خیلی مرموزی با خون روی دیوار نوشته شده و خب یه سرنخ کلیدی، مقداری قارچ توهم‌زا که به نظر میرسید دلیل اصلی این همه هرج و مرج بوده. اما وسط این تراژدی یه نفر زنده پیدا میشه، یه نفر سوم به اسم کامبیز که توی یه اتاق دیگه با جراحات شدید افتاده بود و همین شخص خیلی زود تبدیل شد به متهم اصلی پرونده. خب حالا سوال اینه که این آدما اصلا کی بودن؟ باید بگم که اونا فقط چند تا دوست معمولی نبودن که دور هم جمع شده باشن. نه، اونا یه تیم بودن، یه تیم با یه رویای مشترک خیلی بزرگ. ببینید این گروه 5 نفره ترکیبی از متخصص‌ها و دانشجوهای جوون و خلاق بود. یه جورایی یه تیم از ذهن‌های کاردرست که یه رویای مشترک دیجیتالی اونا رو به هم رسونده بود. داستانشون اینجوری بود که توی فضای مجازی با هم آشنا شده بودن، چون همشون عاشق انیمیشن بودن و تصمیم گرفته بودن با هم یه بازی کاملا جدید طراحی کنن. همین پروژه مشترک باعث شد که همشون توی یه خونه اجاره‌ای جمع بشن تا روی کارشون تمرکز کنن. اما توی یکی از همین شبا یه تصمیم، یه تجربه، همه چیز رو به یه مسیر تاریک و بی‌بازگشت کشوند. ساعت 6 بعد از ظهر بود که کامبیز با یه چیزی وارد جمع شد. قارچ‌های تهوم‌زا. به بقیه گفت که نگران نباشن، اینا اعتیادآور نیستن و فقط قرار حالشون رو خوب کنن و با همین حرفا بقیه رو تشویق به مصرف کرد. اینجا یه نکته خیلی حیاتی وجود داره که مسیر اون شب رو کاملا عوض کرد. گروه در واقع 2 دسته شد. فتانه و اون یکی شاهد دوز پایینتری رو مصرف کردن، اما کامبیز، احمد و سحر یعنی 2 قربانی آینده ماجرا نوع قویتری از قارچ رو مصرف کردن که بهش میگفتن قارچ پلاس. بذارید ببینیم اون شب چطور پیش رفت. ساعت 6 عصر که کامبیز قارچ ها رو میاره. تا نیمه های شب اوضاع به نظر خوبه. همه تحت تاثیر مواد هستن، میخندن. بعد 2 نفر از اعضا میرن به اتاق خودشون. اما حدود ساعت 4 صبح ناگهان صدای یه درگیری خیلی شدید بلند میشه. بعد از ساعت 4 هم اون 2 بازمانده از ترس فرار میکنن و به پلیس زنگ میزنن. خب اون 2 نفری که زنده موندن از صداهایی که از اتاق بغل میشنیدن به شدت وحشت کرده بودن. یکی از شاهدها به پلیس میگه صدای درگیری کامبیز، احمد و سحر رو شنیدیم. اصلا توی حال خودشون نبودن. ما هم ترسیدیم و فرار کردیم. اینجوری بود که از خونه زدن بیرون و فوراً با پلیس تماس گرفتن. خب حالا بریم سراغ روایت خود متهم. کامبیز بعد از اینکه از جراحاتش بهتر شد، نسخه خودش از اتفاقات اون شب رو تعریف کرد. یه روایت که کلید اصلیش یه چیز بود: فراموشی مطلق. اون توضیح داد که چطوری قارچ‌ها رو تهیه کرده. خیلی ساده، از طریق اینستاگرام به قیمت 1,500,000 تومان سفارش داده و یه پک موتوری هم براش آورده. یعنی یه معامله به ظاهر ساده که پیامدهای فوق‌العاده مرگباری داشت. پس کل دیفای کامبیز روی چند تا نکته کلیدی میچرخید. اول اینکه میگفت هیچی از اون حمله یادش نمیاد. دوم اینکه اصرار داشت قتل‌ها کاملاً غیر ارادی بودن. میگفت وقتی به خودش اومده دیده که دوستاش مردن و بعد از اون سعی کرده که خودکشی کنه. و اما اون حرف اس مرموز روی دیوار، کامبیز برای اون هم یه توضیح داشت. میگفت میخواستم با خون روی دیوار به انگلیسی بنویسم sorry یعنی متاسفم، اما بعد از همون حرف اول از هوش رفتم.
پس ادعاش این بود که داشته عذرخواهی می‌کرده که بیهوش شده. خب با این ادعای فراموشی از طرف کامبیز، پرونده عملاً از صحنه جرم وارد یه فاز کاملاً جدید شد، دادگاه. و اینجا بود که یه بحث خیلی داغ و جدی سر سلامت روانی اون شکل گرفت. و این شروع یک کشمکش حقوقی تمام عیار بود. ببینید فرایند چطور پیش رفت. اول کارشناسای پزشکی قانونی تایید کردند که کامبیز موقع ارتکاب جرم مجنون بوده. اما خانواده‌های قربانی‌ها اعتراض کردند. پرونده رفت به یک کمیسیون 3 نفره که اونا هم رأی به جنون دادن. خانواده‌ها دوباره اعتراض کردند و در نهایت پرونده برای بررسی نهایی به یک کمیسیون 5 نفره ارجاع داده شد. یعنی یه رفت و برگشت مداوم. و همه این ماجراها در نهایت ما رو با یه سوال اصلی و حل نشده تنها میذاره. سوالی که فقط مربوط به این پرونده نیست و کل سیستم قضایی باش درگیره. آیا جنونی که در اثر مصرف مواد مخدر به وجود میاد مسئولیت کیفیری رو از بین میبره؟ به عبارت دیگه، وقتی یه نفر با انتخاب خودش ذهنش رو تغییر میده، مرز مسئولیت پذیری دقیقاً کجاست؟ لطفاً این مطلب رو برای دوستان بفرستید و برای دیدن پست‌های بعدی کانال رو دنبال کنید.